و اما رسیدیم به قسمت 4 فصل 3 زخم کاری، یعنی زخم کاری انتقام. خودم شخصا اپیزود 4 رو دوست داشتم، اما به نظرم سریال مشکل خیلی بزرگ داره و اونم مشکل دیالوگه. دیالوگا خیلی تکرار شونده، قلمبه سلمبه و رو مخن. حالا جلوتر هم بهشون اشاره خواهم کرد و خب بدون مطلب بریم سراغ بررسی اپیزود 4 فصل 3 زخم کاری. خب محوریت اصلی این قسمت کاراکتر پانتا یا همون پانیه که از فلش بک اول اپیزود هم دیدیم که این اپیزود برای این کاراکتره و کاراکترش داره در میاد. واقعا اولین قسمت گفتم که کاراکتر جذابی نداره و اینجا میگم واقعا داره و شریفینی هم به نقش میاد و بد در نیامده، داره خوب بازی میکنه در نقشی که براش انتخاب شده، داره دقیقا همون چیزی که گفتی شده رو بازی میکنه، یه دختر لوس که میخواد جلوی همه بزرگ دیده بشه. و خب به نظر من این اتفاق میفته که الان خب پانتا یه جوری رام شد، قراره بره پیش سماوات اونجا پولشو بالا بکشه، از اینجا یه ضربه بزرگ ببینه و به نظرم بعدن قراره بیاد یکم از اون هوشش و ترکیبش با شفیع‌زاده استفاده کنه و به حمید یه ضربه بزرگ بزنه و از حمید انتقام بگیره. کنم از این فصل قراره که همه از هم انتقام بگیرن بعد از ضربه هایی که میخورن. یعنی خب فعلا مالک از طلویی، در ادامه حتی شاید سیما از مالک و پانتا هم از حمید. کاراکتر شفیع‌زاده هم واقعا خوب در اومده، به دل میشینه، میشه اینو گفت حداقل راجبش. و اما سیما که گفتم قراره به مالک ضربه بزنه، به نظرم سیما داره آروم آروم این کارا میکنه و این فیلم‌ها رو بازی میکنه تا به مالک هم یه ضربه بزرگ بزنه. اول میخواد اینطوری اعتماد مالک رو یه جوری بازم جلب کنه و بعد بهش یه ضربه بزرگ بزنه. کاملا از رفتاراش مشخصه و ممکنه خط داستانی جالبی در ادامه باشه. و اما کاراکتر جد که اگه اسمشو اشتباه نشینده باشم چون صداگذاری سریال خیلی بده، کاراکتر آسیه اگه اشتباه نکنم یا آسین همچین چیزی، با بازی فاطمه مسعودی فر که در ادامه سریال نقش مهمی خواهد داشت و احتمالاً بزرگترین مشکل طولی تو این فصل همین دخترش باشه که قراره یه جورایی کاراشو کند بکنه و یه جورایی موی دماغ بشه واسش و خب این باید یه ارسی هم ازش بگیره و اینم یکی از مشکلات دیگه طولیه. و اما میرسیم به این دیالوگای ماشین بین سمیرا و مالک. سمیرا احتمالا اون دختر خوبه شاهلیر توی داستانه و اینجا میخواد به شاهلیرش یعنی جواد عزتی یا همون مالک کمک بکنه ولی خب دیالوگا خیلی تکراریه، رو مخن، اذیت میکنن. چقدر این سمیرا قرار داد بزنه و همونطور که گفتم ولی احتمالا دختر خوبه شاهلیر همین سمیراست و اون دختر بداش کیمیا و سیمان. اول قسمت یه گفته بودم اما اینجا نظرم عوض شده. و اینکه این الهه حساری چرا انقدر آروم و در گوشی حرف میزنه، اونجا به تو سمیرا که کسی نیست، کلا خیلی آروم حرف میزنن. در کل نظرم قسمت بدی نبود و روند خوبی داشت. من نمرم قسمت 4 فصل 3 زخم کاری 6.5 از 10. تا یه هفته دیگه با زخم کاری، خدا نگهدار.